اینجا رختکن تیم ملیه، یه ربع مونده تا بازی. برامون دعا کنین، انرژی مثبت بفرستین. این بازی سختی از فینال هم مهمتره، ولی ما میتونه کنیم. علی 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 ایران 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 ایران، ما میبریم، ما میتونیم. بسه خانوما، حواستون رو جمع کنین، آستین نره بالا، هد نیفته، من مو نبینم. شما اگه نکته‌ای دارین بفرمایید. تکل زدم، هلم دادن، خطا کردن نداریم. من تو هیچ شرایطی مو نبینم. شلوارک نره بالا. گزارش رد کنم دیگه رد. بعد گل اگه زدیم جلف بازی در نمیاریم. منو نگاه کن، خانوم سنگین. افروز تو چرا موبایلت دیشب تحویل ندادی؟ تحویل دادم دیشب. داری لایو میذاری بره. دروغ گفتم ببخشید. همه بعد اینجا رو ببینن. رختکنه. معذرت. زشته، نکن. ببخشید. تتویی ها چسب بزنن. مسی زدم مهران جون. نوری ببخشید. جمع شین همگی. جمع شین خانوما. با آرزوی موفقیت به یاری خدا میبرین میریم فینال. انشالله. لا حول ولا قوة الا
cosa, mulata. Si tú no sabes bailar, si estás peleando con nosotros, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar, mulata, oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Si tú no sabes bailar, si estás peleado con el sol. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Si tú no sabes bailar, si estás peleado con el sol. این آخری بر من بفرست. همه چیز زیر سر اردستان. اردستان تو بیفت جلو. شروع میکنی. حواستون باشه یواش عجله. همه هم با مزه. بچه عکس ترکوند اینستا رو 2351 لایکیه رو. من که راضیم. یکم کامنت گذاشته سرپرستتون چه خوشگله. خیلی خوب. پاس منو بدم. ای بابا. سلام. بفرم. پنجره میخواین یا راه رو؟ راه رو لطفا. یه ذره. برو. سلام. خودمم. خانم افروز اردستانی بله. درسته؟ متأهلی هنوز؟ چطور؟ جدا که نشده؟ نه. یاسر شاه حسینی درسته اسم همسرتون؟ بله. ممنون خروج کردن شما رو. کی؟ همین آقای شاه حسینی مگه شوهرتون نیست؟ بله. چرا؟ از من چرا میپرسید؟ من باید بدونم؟ نه اشتباه شده امکان نداره. اینجا زده دیگه تو سیستم. ما همش دارم میرم و میام. 3 هفته پیش روسیه بودم. مثلا مدام سفرم. ممکن نیست یه بار دیگه چک کنین لطفا. من یه بار دیگه چک میکنم. بله درسته. ممنون خروج. عدم رضایت همسر خانم افروز اردستانی. آقای یاسر شاه حسینی درسته دیگه خانم؟ دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. 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 بچه مسیح فاطمه بیا. به این 100% یه اشتباهی شده. خب یکم معطلی داره ولی حل میشه. اگه من تنها بمونم اینا میپیچوننم، ولی اگه همه بمونیم تیم ملی مونده مجبورن یه کاری کنن. خب ببین بالاخره یه وزیر بیاد وکیل بده تا واسه خودوری دروغ میگم مگه بگین تا افریقا نمیشه پرواز بعدی میمونیم تا بیاد. رسید دادن برای پاسپورتت، باید بری اداره گذرنامه. افروز جان تو چرا ممنوع خروجی؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ یعنی این همه آدم نرن بازی ملی به هم بخوره چون تو نمیدونی؟ زنگ زدم خاموشه چیکار کنم؟ جواب سربالا به ما نده عزیزم. نمیشه که گرو کشی کنی تیمو تحریک کنی که نرن که. واقعا میخواین تیمو بدون من بفرستیم برن؟ تو مگه مشکلت لاینحله که داری این کارا رو میکنی؟ منم نمیرم پیشتم. ما کنارتیم، تو مهمی برا ما. گرما. ماشینش هم نیست. مگه کلید نداری؟ بالا رو عوض کرده.
آقا خالد سلام. سلام خانم شاه حسینی، رسیدم بخیر. قربونت. ببین یاسر کجا؟ سر باز نمیکنه. رفتن. کی رفت؟ نیستن. شما کم پیدایی؟ میگم از کی نیستن آقا خالد؟ نمیدونم کی رفتن. من رفتن نبودن. نمیدونم. خیلی خوب در بزن، یه در بالا رو باز کن. ببخشید در باز نمیکنم. آقای شاه حسینی گفتن در باز نکن. اگه شما ما در باز نکن من در باز نمیکنم. دست من نیست. دستگاه مشترک مورد برو دیگه. افروز چرا اینجوری میکنی؟ مگه تو خیابون وایساده؟ بریم خونه. این رفته. کجا رفته؟ دبی میره. ممنوع خروج کرده، بعدش هم رفته که هیچ کاری نشه کرد. نه بابا نمیره. کارش چی؟ مگه میتونه بره کارش چی؟ کنه؟ آره یکی دیگر 2 روز میذارن جاش. افروز الان بریم خونه قربونت برم. هی دور میزنیم اتفاقی میفته جز که اعصابمون خوب شه. بریم مجانم، بریم خونه فکر کنیم. اینجا خوب نی؟ جا نمیشه. میشه یه کوچه همیشه پر باشه؟ با میگم پارکینگ اجاره کن دیگه. نمیشه هر شب که ماشینا بذاریم بیرون. از سرایداری کسی بپرسیم، آگهی ببینیم. زیاده به خدا. میخوای ببریم بذاریم کوچه پشت؟ بریم تا ته کوچه. در خونه کی گذاشته؟ یاسره. افروز افروز برو. کجا برم نصف شب؟ اسلام؟ بله. بریم آقا. آقا سر کوچه باید بپیچین چپ، فقط یکم آروم برین تو کوچه لطفا. جلوی هم در سفیده.
حتما یه چیزی بوده دیگه، نه الکی نمیام بزنم به ماشین آدم برن که. کاری کردی؟ یعنی چی کاری کردی؟ چی کار کردم؟ نمیخوای بگی نگو. من موندم که حلش کنم ولی نمی‌تونم. تو حلش کنی، خودم حلش میکنم. من گفتم قهرین وایسم آشتیتون بدم، یکی دو روز اینور اونور برسیم به بازی. ولی الان فدراسیون چی میشه؟ این آقا اگه نیاد رضایت بده چی؟ منم نمیدونم مسی، منم اینجام. هی من موندم نکن بری رو اعصاب من. خب میرفتی. خاک بر سر من که به خاطر تو موندم. منت سر من نذار جیبی. منت میرفتی. من موندم که یه کاری بکنم، خواهش کنم یه گویی بخورم. بیخود کردی خواهش کنی. به من کامل بگو چی شده. نمیدونه تو پیش منی، نمیدونه با من زندگی میکنی، بفهمه اینجا رو میگیره ازمون. بیخود کرده مگه مال اونه؟ آره مال اونه. اینجا رو اون اجاره کرده برام، بفهمه همخونه گرفتم بیرونم میکنه. الان داری اینا رو به من میگی؟ ها؟ پس من الان یعنی خونه یاسرم. چی گفت آقا شاه حسینی؟ اشتباه شده بود واقعا؟ شما که خبر داری ازش؟ من تماس میگیرم خدمتتون. چی؟ میگم شما که خودت خبر داری ازش. چطور؟ اینجا نبود مگه؟ سوال منو با سوال جواب نده. یاسر نیست، سفره. سفره؟ اینجا بود الان نه؟ اینو گفتم؟ اگه چیزی گفته خواسته منو خراب کنه. خودت بگو خب. چرا انقدر در گیر و داره اینی که اون چیزی گفته باشه؟ چی داره بگه؟ چی بگم؟ چیزی نیست. چرا ممنون خروجت کردی؟ نمیدونم، عشقش کشیده ممنون خروج کرد. چرا همتون فکر می‌کنین یه چیزی بوده؟ نبوده. شب خوابیده صبح پا شده شما رو ممنون شب خوابیده صبح پا شده ممنون خروج کرد. ما رو محرم بدون عزیز جان. بگو به من بگو. برای خودت خوبه. شاید ما بتونیم یه کاری بکنیم. وچل مصالحه بشیم آشتیتون بدیم. چیزی نیست، چی بگم؟ باید بری بازی تو بکنی. این همه زحمت کشیدی تو این سالا که تیم بره بالا، الان خودت نری. ظلمه به خدا. رو کاکل تو میچرخه این تیم. حیفه برای هیچی فینالو از دست از دست برای چی بده مهران جون؟ نوری. بگو نوری عزیز جان. بگو دهنت عادت کنه. سلام. برای چی از دست بده؟ شما یه کاریش بکنین دیگه. ما که تو اینجا غیر از شما کسی رو نداریم. همه امیدمون هم به شماست. نظر خواستم من از شما. فکر کنین لج کرده، خواسته حال منو بگیره، اصلا به هر دلیلی. شما نذارین همه چی بپیچه تو هم. فدراسیون وسط کارش چیه؟ این خانم کاپیتان تیم ملی شما هست یا نیست؟ حالا به هم نریز شما اینقدر. شما که رو نیمکتی، چه اینجا چه مالس. آخه الان اصلا مثلا من نیستم. شما که مدیریت کردین تیم خوب زود رفت. این فقط موند به خاطر من. همون دیگه اردوی تفریح مگه میرفتی به خاطر دوست جونت نرفتی؟ الان من چیکار کنم؟ 4 روز فقط وقت دارم. فدراسیون میخواد کاری کنه یا نه؟ شما به خاطر مشکل تو فوتبال ممنون خروج نشدی که ما بتونیم کاری بکنیم. شما تو خونه زندگیت مشکل داری، اونم خودت باید حل بکنی. به ما چه مربوطه؟ ما سر پیازیم یا ته پیاز؟ آخه من نرم دیگه فقط مشکل من نیست، مشکل تیمه. ما قائم به فرد نیستیم. تیم ایشالا بهترین بازیشو میکنه. دلم روشن. نه اینا که نیست، با ایشالا ماشاءالله که تیم بالا نمیره. لحنت. ببین همین لحنتو میگم. شما ببخشید، حق کاملا با شماست. شما بیاین پشت ما. افروز هم هرچی بوده واسه تیم بد نبوده که. تا رو قرار این داستان جمعش کنیم بریم ما. کجا بریم ما؟ ژورنال آوردی که همه یک پارچه مچین تتو بزنیم. به روی خودم نیاوردم. بچهای تیمو برداشتی بردیم میگون پارتی کنی، نذاشتم کسی بفهمه. قلیون تو کمپ تیم ملی. چقدر من پای تو یکی وایسم. الان برای افروز چیکار کنه؟ الان به خاطر این مالزیمو نرفتم دیگه. دارم پیگیری میکنم. بچه‌ها اونجا، من دائم استرس. یه کاری برای من بکنین لطفاً. عزیز جان خودت باید مدیریت کنی. اون مردم معلومه چشه. راضیش کن، تو زنی باید بتونی. یه امضا بزنه بتونی بیای جمع شه این بحران. فقط نذار صداش در بیاد. منم نذاشتم. بره تو حاشیه دیگه هیچ کس نمیتونه کاریش بکنه. خودت بی سر و صدا حلش کن. 50 22 29 10 2078 28 37 پانتئا آل داوود بانک پاسارگاد 270 تا الان جمع شده، 130 تا مونده. تا فردا صبحم دیگه بیشتر وقت ای بمیره. تا فردا صبحم بیشتر وقت نداریم. ببین تلگرام، اینستاگرام، توییتر، همه جا. یه دونه دوستت گفتی تو اینستاگرام فالوور زیاد داره، بگو بذاره. قربونت برم. خدافظ. اگه میشه یعنی قانونا میتونه؟ معلومه که میشه، قانونه دیگه، خیلی راحت میشه. کیس با کیس فرق داره، هر پرونده یه جوریه. بله ولی اونم یاسر شاه حسینیه ها، بلده چیکار کنه. بعدم به خاطر شغلش آشنا پاشنا زیاد داره. پانتی اینو ول کن، 2 دقیقه بیا بشین. پانتی وقت ندارم. قربونتون برم. من 10:30 فسام فردا حد اکثر. نگران نباشین، پول تا فردا جور میشه. بله مادر پدر رضایت دادن برادر اصلا مهم نیست. شما فقط دیگه خواهش کنم حرص این خانواده رو در نیارین دیگه، بهشون هی زنگ نزنین.
بله ایشالله درست میشه. قربونتون برم، میبینمتون. خداحافظ. یعنی بهش نمیگن چرا؟ هیچ دلیل موجهی نمیخواد؟ نه، مرد میتونه زنو بدون هیچ دلیلی ممنوع الخروج بکنه. اینو دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد، قانونیه. همین که دلش خواسته مگه کافیه. میشه؟ حتما یه استثنایی داره، یه تبصره‌ای داره، اینجوری که نمیشه که. دادستان میتونه یه بار اجازه خروج بده ولی فدراسیون باید بیاد تو رو تایید کنه. خب بریم دادستان. به وقت تو نمیرسه. شاه حسینی خوب بلده دست رو چه قانونی بذاره که همه جوره به نفعش بابا اینجوری باشه. هم که نبوده، ما داشتیم طلاق میگرفتیم، یه سال داریم جدا زندگی میکنیم. دست تو اصلا به دست یاسر نخورده یه ساله. به قاضی چه؟ اسمت تو شناسنامه‌شه، یعنی زنشی قانونا. حالا نزدیکین، دورین، سر کوهین، هر جا هستین فرقی نمیکنه. میتونه تو رو ممنوع خروج کنه و خودش هم میتونه رضایت بده تا بتونی. نمیدم خواست رضایت بده که این کارا رو نمی‌کرد. بازی‌ها تموم شه بعد تقاضای طلاق میدادی. بابا اون اول رفت شکایت کرد من نتونم بازی کنم. بعد من هیچ کاری نکنم. بهانه دادی دستش. الان میگی چی پانتی؟ الان برم بمیرم هیچ کاری نمیشه کرد. یاسر فقط بعد اونو راضیش کنی. تو باش حرف بزن، راضیش کن، تو میتونی. اون دلش بخواد تو باهاش حرف بزنی، من میشناسم مدلشو. دقیقاً دلش بخواد تو بری باهاش حرف بزنی. بیا برو باهاش با آرامش حرف بزن، یکم قربون صدقش برو، ناز و نوازشش کن، بذار احساس کنه مرد تو رو تنبیه کرده. اگه بخوای داد و بیداد را بندازی و دوباره نه اونو کنی، نه هر چی گفت بگو باشه. تو الان بهش نیاز داری، یکم سیاست داشته باش. نداره. برو باهاش حرف بزن، بذار بازی‌ها تموم شه تا بعد ببینیم چی میشه. اگه بمیری قربونتون برم جانم. موچا مزدون چونه بخور بیا ببین چی درست کردم برام. انت داد میزنی سر من؟ این واقعا میتونی قهر باشی؟ راضی نیستی واقعا؟ قربونت برم که جان من با جان بلاک هم کرده رو هر سه تا گوشیش یاسر. چیکار کنیم الان؟ فرصت معذرت خواهی ازم بده. های بچه‌ها چه از زنگ زدن؟ چی گفتن؟ 24 دن زنگ می‌زنن رو گوشی مثلا نزدن نه؟ خیلی زود ما رو یادشون نره. خیلی ولی اسپانیش زنگ زد. چی گفت؟ دیشب تکست داده بود، من نمی‌دونستم چی باید بهش بگم، جواب ندادم، خودش زنگ زد. گفت می‌خواد بازی تو زنده تو مالزی ببینه. گفتی جا موندی؟ نه اینو که نگفتم، گفتم دیرتر میرسیم، ولی بهش گفتم که بدون حجاب اصلا بازی نمی‌کنی. گفت 3 روز دیگه میاد مالزی که باید ببنده. یا رفتیم اومدیم کشتیم خودمون. اوه گوره باباش یه چیزی میشه دیگه، نمیتونیم خودمون رو بکشیم که تهش اینکه قاچاقی میریم. چی بوده؟ قاچاقی. چجوری قاچاقی؟ با لنج و اینا یه خود اولش اذیت میشیم. نیستی شنیدی تا آخرش گوش نکردی. ولی بعدش برسیم به خاکشون تمومه. خونه هم میده. عباس فکرت اسپانیاست ها؟ میگم خونه میدن. حالا ایتو بگو ایران مام میهن مام وطن. دیدی گذاشت برم بیام ببریم برسیم فینال بعد زهره شده. نکرد دم فینال کرد. بچه خوشگل. دستی چون خیلی اوکی نبود. نه حال نکرد با فینال خیلی. چهره موجه ولی غیر واقعی. باش برو دوش بگیر. لباساتو میذارم رو تخت. عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم. هر که خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم. دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نور. گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. یاسر شاه حسینی هستم. به یاری او
عمری باقی بود با یادش به خیر. امروز میهمان خانه های شما شدیم. در خدمت آقای سینایی، کارشناس مجرب ورزش کشورمون هستیم. با اجازهتون یه وله ببینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. بچه‌ها جون آماده است؟ میلاد جان یه لحظه. بله آماده است. میریم در خدمتتون هستیم. چه سورپرایزی کردی همسر جانو، خیلی خوشحالمون کردی، انتظارشو نداشتیم. چون اینجا وایسیدی غریبی می‌کنی بچه‌ها که میشناسیم. بفرمایید. سلام. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. عزیزم. بیا امضا کن من برم. اومدی اینجا چرا؟ 3 روز بیشتر وقت ندارم، تیم رفته. میرم تو میام حرف همینی. میزنیم. هر وقت کار داری پیدات میشه. کجا بودی؟ نبودی تا الان. بزنم به شوخ فوتبال میشه برات؟ میری اینجوری؟ قهوه کنم راه تن زنده. مثلا بیا الان آبر من اینجا ببری، من اتو بنزن بیرون. چی میشه؟ من که میذارم برم خارج. تو چی؟ میمونی داخل. چرا؟ چون من میخوام. چون لنگ منی. خیلی مردی نه؟ آره. تو که هم مشکل داری بیا دادگاه طلاق بده. چرا نمیای؟ دیگه باید بگی خواهش میکنم. بگی لطفاً. بگی یاسر جان. چه بلد نیستی تو؟ چه شاخی؟ برای کی شاخی تو؟ سه، دو، یک. خب همچنان در خدمت آقای سینایی هستیم. خطهای برنامه باز شده، منتظر تماستون هستیم. سلام شما حسین. قربان تو. ببخشید من به جای اون خانم عزیزم. بفرمایید. شب خوش. شب شما هم بخیر. کجا بذارمت؟ بری خونه اصلا ماشینت کجا؟ بریم یه چیزی بگیریم بریم خونه یه شام درست کنم بشینیم حرف بزنیم. مگه تراپیستت نگفته با هم حرف نزنیم؟ مگه همینو نمیخوای بریم خونه؟ گفته بود چند ماه؟ گفته بود چند ماه؟ تاشو بگو یاسر با من بازی نکن. من بلد نیستم. چند ماه؟ 6 ماه. چقدر شد؟ چقدر شد؟ که چی حالا؟ چقدر شد؟ که چی حالا؟ 1 سال. اسکول کردی منو؟ این همه اومدم زنگ زدم تکست دادم پیغام پسخام میپیچونی شوهر تو؟ معلومه نمیذارم بری مگه خرگی رو توه پیچوندن چی؟ خوب بود همه چی. تو نذاشتی نمیتونی بعد همه چی عین همونی باشه که تو میخوای. خوب بود. گوه خورد خوب بود. کجاش خوب بود؟ دکتر دو طرفو میبینه تشخیص میده. نه اینکه یه اومدی علم کردیم مشاور گفته برای هم دیگه مضریم یه مدت از هم جدا باشین از هم دور باشین. 100 دفعه بهت گفتم کجاست اون مطب خراب شدهش بهم بگو میخوام برم یه دقیقه باهاش صحبت کنم گفتی نه. اول دعوا و دلخوری و درگیری بعدم مشاوره و برکاب. بعد من نمیگی بری درخواست طلاق میدی؟ تو اول رفتی شکایت کردی که من نتونم بازی کنم بدون اینکه به من بگی. بهت گفتم یکم منو ول کن بذار برای خودم باشم. نشد که نشد. هی تکلیف منو روشن کن تکلیف منو روشن کن. این مته رو مخ من 6 ماه صبر نکردی. 1 سال خونه برات نگرفتم پول سر ما نمیومد به کارت منت سر من نظر کار خاصی نکردی نمیگرفتی خودم میگرفتم. آره با چی میگرفتی؟ با ما 1 تومانی که به دستیون میندازه جلوت 2 تا عکس گرفتی 4 تا گل زدی فکر کردی خبریه. خودم آدمت نکردم. کی بودی تو؟ علاقه‌مند همه جوره پات وایسادم. آره گنده شدی خربرت داشت گفتی دیگه یاسر میخوام چیکار شوهر لازم ندارم. گند زدی تو زندگیمون رفت. الانم که دیگه خونه زندگی جوره. صبح تا شب میری فوتبال شبم جنازه رو میاری خونه. دوشم دیگه نمیخواد بگیری الان. فرداش دوباره فوتبال. نمود زندگی ما رو این فوتبال.
زن مگه نیستی؟ زندگی مگه نداری تو؟ بچه نباید درست کنی؟ میگی چیکار کنم؟ شوهر نداری؟ من برات مهم نیستم. حرف بزنیم. چقدر اومدم حرف بزنیم؟ این همه خونه بودی درو وا نکردی. یه بار درو دیدم دیشب اومدیدم خونه حرف بزنیم چیکار کردی؟ اینو داری درست میگی؟ آها. حق داری؟ من یه لحظه شب شام درست کنم. این همه اومدم یه بار در رو وا کردی ببینی چمه؟ الان کارت گیر کرده با هم حرف بزنیم. آره فقط مرگ چاره نداره. یاسر جان بریم بشینیم حرف بزنیم حلش کنیم. نه برای آبروی تو خوبه نه من بد میشه به خودت. نه دیگه چطور وقتی نکن قربونت برم. اصلا هر چی تو بگی. من که نمیگم من هیچ اشتباهی نکردم. منم مقصرم. اگه تو 2 تا اشکال داری من 200 تا اشکال دارم. ولی الان وایسیم دهن همو سرویس کنیم چیزی درست میشه؟ بیا بریم خونه بشینیم حرف بزنیم. من بلدم خودمون آروم میشیم به خودم. بیا بپوش. چی؟ لباس تو خونت. راحتم مرسی. من راحت نیستم. این چی آدم داره نه اوکی خوبم. چه گارد میگیری الان؟ گارد چی؟ الان چرا با من راحت نیستی؟ خونه خودته، لباس خودته، مگه نمیپوشید اینو همیشه؟ بپوش الانم. چرا یه جوری با من؟ چه جوری هم یاسر؟ اینجوری سرسنگینی به هم میریزم. نیستم. الان چرا وایسادی اصلا؟ چه نمیری بشینی؟ بذار اونجا میپوشم. باش. میپوشم دیگه. امشب خوب باشیم با هم. خوبیم هی نگو گیر میدی هی میگی بدتر میشه. بگو. نعنا، آدامس، پرتقال خامه، بلوبری، بلومیس. فراز جونم دارم. چی میخوای؟ من که نه مرسی. یعنی چی؟ چی یعنی چی؟ مگه دست خودته؟ بگو ببینم چی میخوای. خب معلومه که دست خودمه. باشه دست خودته. حالا بحث نکنیم. بگو چی میخوای برات بذارم. هر چی تو دوست داری. هر چی تو دوست داری. فرق نمیکنه. آخه یعنی چی؟ مگه میشه فرقی نکنه؟ چی دوست داری؟ آره وقتی من نمیخوام برام فرقی هم نمیکنه. خیلی واضحه. الان چرا حال نمیکنی با من؟ بلوبری. یه بار دیگه بگو. بلوبری. بلوبری. جون لوس کی بودی تو؟ خودش لوس میکنه برای من. برو بپوشونو بیا. حالا دیر که نمیشه میپوشم. عجله داری؟ چیزی میگم بگو چشم. بگو چشم. بگو چشم. بگو چشم. بگو دیگه. چشم. قربون چشم افتاد برم. دوست دارم اینجوری میگی چشم. زغالت کجاست؟ همونجا. کجا؟ این که هنوز خرابه. آی تو برو من خواهم درستش کنم. برو من درست میکنم برات. این چه بلدی اگه بخوای؟ نمیخوای. هیچیمون نیست. باشه خوبیم با هم. سب کن میگم. ببخشید. اینو بده من. نده. چرا گنگ گرفته اینو؟
هسته؟ بیشتر؟ میسوزونه گلو تو. کمتر؟ دیوونه؟ نه بابا الکیه مگه؟ فکر کردی به این راحتی هست؟ این جانب خانم افروز اردستانی زوجه آقای یاسر شاه حسینی در کمال صحت و سلامت عقل و روان و رضایت کامل تمامی مهریه و صداق خود را به ایشان بذل و بخشش نمودم و دیگر هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به آن نداشته و ندارم و هر گونه ادعا و اعتراض از طرف این جانب از درجه اعتبار ساقط می باشد. این جانب آقای یاسر شاه حسینی فرزند ابوالفضل بدین وسیله رضایت خود را از پرونده شماره 471152 که جهت ممنوع خروجی خانم افروز اردستانی می باشد را اعلام می دارم و دیگر هیچ گونه ادعایی نسبت به ممنوعیت ایشان جهت خروج از کشور نداشته و ندارم و ایشان می توانند از کلیه مرزهای کشور خارج گردند. محبت کن اینجا رو امضا کنیم. مرسی یاسر جان، لطف کردی برام. هر جا هستی خوب باشی، موفق باشی. من خر کردی الان؟ یه سال نبودی یه شب اومدی دممو دیدی فکر کردی تمام. مهریه که گرفتی چطور؟ آره دادم. گفتی مهرمو میدم رضایت بده. نگفتم کارش نمیکنم. تیم فوتسال بانوان ایران برای اولین بار رسیده به فینال بازی‌های آسیایی. من کاپیتانشونم. تیم الان کوالالامپوره. من تو فرودگاه بهم گفتن نمیتونم برم چون شوهرم آقای شاه حسینی، یاسر شاه حسینی، مجری برنامه یادش بخیر، ممنوع خروجم کرده. فقط چون دلش خواسته، حال نکرده زنش فوتبال بازی کنه. انگار نه انگار من 11 سال جون کندم برای این لحظه. چون من بهش نیاز داشتم هر کاری دلش خواست با اون کرد.
از خجالتم در اومد. من مهریم بخشیدم که بذاره برم، ولی اون زد زیرش. برگه رضایتش رو جلو چشمم ریز ریز کرد. بهم گفتن صداشو در نیار، ما حلش میکنیم، ولی هیچ کس هیچ کاری نکرد. نه فدراسیون، نه تیم، نه دوست، نه آشنا. دم همه گرم. همین. شماره 7 افروز اردستانی. به حالمون رو خوب کردی. فریدون بیگدلی عزیز، خوش اومدی. متشکرم. فدای تو. یادش به خیر منور کردی. خواهش میکنم. مرسی، متشکرم. دوربین فریدون بچه‌ها جون. خواهش میکنم. عرض سلام و ادب دارم خدمت مردم عزیز. خیلی خوشحال هستم که یک فرصت دیگه به من داده شد که در خدمتتون باشم. و تشکر ویژه از شما که منو قابل دونستید و برنامه قشنگتون در خواهش میکنم. بازم بخور بهتر میشه عزیزم. افروز جان بخور دیگه. افروز چقدر دیگه طول میکشه؟ نمیدونم یعنی چی؟ یعنی نمیدونم جلسه است. نه جلسه فهمیدیم هست که تموم میشه جلسه. من که اون تو نیستم. زنگ بزن. برای چی باید زنگ بزنم؟ برای اینکه یه ساعت ما اینجا منتظریم. افروز صبر کن. من وظیفه‌ای ندارم. نه وظیفتون که همینه، برای همین اینجا نشستین. زنگ بزن. وظیفه‌ای ندارم. وظیفتون تو دیگه چته؟ چی بهت گفتن؟ زنگ زدی گفتی من بعدم چی؟ زنگ زدی گفتی این چه وقت حرف زد؟ کجا میری؟ منو یه ساعت پشت در اتاقتون خانم اردستانی خواهش می‌کنم آروم باشید. که بگید چقدر براتون مهم نیستم، چقدر وقت ندارین. بفرمایید بشینین. ما اینجا داشتیم در مورد شما حرف می‌زدیم. در مورد من با خودم حرف بزنیم، با ایشون چرا؟ ایشون من مشکل داره. من چه مشکلی با ایشون دارم؟ نه منظورش که سوء تفاهم. چرا دیگه تحویلم نمیگیرین؟ اصلا این شما از سر مصاحبه 90 با من بعد شدین لج کردین. الان وقت تلافی کردنه. مگه من بچه‌ام که بخوام با شما لج بازی کنم؟ شما رفتی نظراتو دادی، انتقادتو کردی. من آدمیم که بخوام تلافی کنم. پس چرا الان کاری نمی‌کنی؟ من هر کاری میتونستم در مورد شما انجام بدم. شماها بگین چیکار کردین؟ شما نیستین که بدونین. کل اینجا جلسه داشتیم، نشستیم، صحبت کردیم. با دستتون درد نکنه. شماها چقدر خوبین، من چقدر بدم والا، چقدر بی اخلاقم. فرافکنی. من اون تیم کردم. من از رو زندگیم رد شدم که اون تیم بره بالا. حالا اینا برن من نرم. شما برای کاپیتانتون چیکار کردین؟ بگین از شب فرودگاه تا الان شما چیکار کردین؟ من تو این مدت 2 جلسه با آقای شاه حسینی همین آخه با آقای شاه حسینی بیشتر جلسه داشتیم تا با من. شما منو میشناسین یا آقای شاه حسینی؟ آقای شاه حسینی کاپیتان تیم ملی مونتانا. بابا جون آقای شاه حسینی اومدن اینجا نشستیم، حرف زدیم، بحث کردیم. من چقدر اصرار کردم که بتونم نظر ایشون رو عوض کنم، ولی متقاعد نشدم. خود خانم نوری چقدر با ایشون صحبت کرد. شما این نگفتین نیومده اینجا ازش خبر نداری؟ منو دروغگو نکنی. من نگفتم. آره نگفتم. با دروغ میگه. چرا حرف اون رو قبول میکنین حرف منو؟ ما حرف تو رو قبول داریم، ولی این چیزی رو عوض میکنه. بابا یه کاری بکنین. شما هر چیزی استثنا داره. اگه فدراسیون ضمانت منو بکنه من میتونم برم. مگه برای بازیکنای مردتون نکردین؟ مگه سرباز نبودن هر جوری بود فرستادینشون برن؟ برای اونام قانون بود، فقط برای من قانون. ما برای کسی ضمانت میکنیم که حسابش همه جوره پاک باشه. یعنی چی؟ نه برای شما که من حسابش پاک نیست. باز اینو زدی زیر بغلت آوردی. شما حرف نزن، بذار احترامت سر جاش بمونه. برای چی حرف نزنم؟ ببینید خانم حرف نزنه. ببینید چی می‌ترسی؟ من چجوری خرابت کنم؟ من کار کردی؟ من چیکار کردم که می‌خوای منو خراب کنی؟ من به شما نگفتم این قضیه رو بی سر و صدا حلش کن. باز از خودت ویدیو گذاشتی تو اینستا. میخوای مظلوم نمایی کنی؟ میخوای مردم برات دل بسوزونن؟ من با اینکه مهریه‌مو بخشیدم قبل اینکه من ویدیو بذارم شما چیکار کردی؟ من اصلا قرار نیست عمل کردم و به تو توضیح بدم. من باید به من توضیح بدی. تو 1 سال با شوهرت زندگی نمی‌کنی، برات خونه اجاره کرده. برای چی به ما نگفتی؟ هی به بهانه که شوهر داری آف میگیری، اردوهای تیمو نمیای، اونم میپیچونه همراهت میاد. به خاطرش نرفتی بازی ملی بس نیست؟ من بدون افروز نمیتونم اصلا. الان خط خوردی هستین، بعدش دیگه محرومیته ها. باز باش برو بیا. اون الان سمه برای تو، بدبخت میشی. چه رفاقتی تو، چه تعهدی داری بهش؟ همه کار و زندگی و آینده و فوتبالش به خاطرش کنلم یکم میشه. چی میشه؟ کنلم یکم یعنی میره هوا. تو که مشکل اونو نداری که کسی جلو تو گرفته باشه، خودت جلو خودتو گرفتی؟ فکر کردی الان نریمالزی به کاپ اخلاق میدن؟
تیم اونقدی لازمت نداره که تو اگه نری به خاطرت بذارن افروزم بیاد. بعدم تش چی میخواد بشه؟ تیم ببازه. خب ببازه. تا همینجاش هم که رفته بالا ما راضیم، سرمون بالاست. این اولین بار دخترای ما رسیدن به فینال. کی این وسط ضرر میکنه؟ شما. من تکلیف داشتم بهت آلارم بدم. از حالا به بعدش خودت میدونی. اگه بری من میتونم یه کاری بکنم بازیکن فیکس تیم بشی. چقدر ذخیره بسته دیگه. افروز نباشه قاعدتا کی به جاش میره تو زمین؟ ویدئویی که دیشب از خودت گذاشتی ترکونده، باورت نمیشه چقدر شیر شده. هشتگ نبه یادش بخیر راه افتاده. یاسر شاه حسینی اصلا شده منفورترین فرد این اینستاگرام. ببین اصلا فضا شده ضد مرد عجیب. کمپین من هم افروز هستم نبه یاسر افروز را تنها نگذاریم. تعداد کمپینا به طرز عجیبی داره میره بالا. تمام گروه‌های تلگرامی، تمام سایت‌ها، تمام خبرگزاری‌ها همه دارن از تو مینویسن، همه جا. ببین چه کسایی توییت کردن. اگه من بهت بگم اسمشونا مغزت سوت میکشه. خیلی خوب شد، خیلی. این انجیوهای حقوق زنان هم دارن قضیه رو میچسبونن به حقوق بشر که این عالیه. اگه همین جوری پیش بره اینطوری فدراسیون و دادگاه نمیتونن کاری نکنن، برای اینکه آبروی خودشون میره. حتما یه کاری میکنن. نقض حقوق بشر الان قضیه. چته؟ هیچی. ببخشید داد زدم اونجا. نه بابا. چه خبر؟ هیچی. باش هیچ. این چه غلطی داره میکنه؟ داره میندازه ما رو بیرون؟ برود نیار. چی برود نیار؟ واسه چی برود نیارم؟ غرور چی افروز؟ واسه چی گرفتی؟ الان مثلا تو خیلی میگی چیکار کنم؟ برم التماسش کنم؟ همینو میخوام. آره اگه میدونی چی میخواد برو بکن. دیگه جا خوابم نداریم، دهن همه رو سرویس کردی تو دیگه. گوه. اینه برشون بیا برو تلویزیون من بشین. برو تلویزیون هم بزنیم بالا. اونم بزن. اینو برشون بیا این مبله رو بر. بیا این مبله رو اول بذارید بالا. اینو بذارید بالا. مبله رو بذارید قشنگ همون بالا. بذارید بالا. اینو بذارید اون بالا، بعد اینو بذارید زیرش. بذارید بالا اینو. بذارید بالا. این ورش هم بذار بیرون. این هم بذارید سریع. برید صندلی. اینو بذارید بالا. بیا. اینم بذارید. اینو کجا میخوایم بذارید؟ اینم بذارید بالا. این میز صندلی هم این لالوها جا کنید. آره ببرید بالا. ما هم بذارید. مثل قشنگ به چسبونه. خب کوله من بده. بالا بابا بالا. اینم بردارید. اینم بردارید. اینا مردوش بردارید. فقط همین. اینا رسم بزنید. بردارید.
امیدی دارید که این اطلاع رسانی شما یا خود خانم افروز اردستانی موافق هستن که اطلاع رسانی بکنن تا تظلم پایش، چون بخش زیادی از جامعه زنان همین مشکل رو دارن که با یه قانون مردسالارانه ممنوع خروج میشن. میدونین قضیه اینه که قوانین ما باید عوض شه. ما باید قوانینمون رو عوض کنیم تا این احساس قدرت رو از مردم بگیریم که به محض اینکه میخوان اذیت کنن میان طبق قوانین از قدرتشون استفاده میکنن و همین کاریه که این آقای یاسر شاه حسینی که من واقعا متاسفم برای یه همچین کسی که زنش کاپیتان تیم فوتساله. خیلی نکات خوبی رو بهش اشاره کردیم. یک زنی که این همه پیشرفت کرده، این همه موفقیت کسب کرده، الان یه چهره ملی است، براش یه همچین اتفاقی افتاده، بریم. لحاظ عاطفی دچار به هر حال بحرانی شده. ممکنه شرح بدین که این قوانین یک زن موفق رو الان دچار چه شرایط روحی و عاطفی کرده؟ کمی از فضای عاطفی خود این زن برام توضیح میدید؟ میخوای بری واقعا؟ آره خب کجا بریم؟ بریم مسافرخونه. بهتر از مسافرخونه است که. میرم میام. مگه ما الان کلی حرف نزدیم؟ نگفتی باشه. چه شد دوباره؟ الان تو یه شب نیایی کم فدراسیون عدد میشه؟ آره؟ میرم زود برمیگردم. تو برو. ببخشید. نه پاپ. میری؟ زودی بیا. من خودم همین نکات شما رو سعی کردم، یعنی تلاش کردم که با فدراسیون هم تماس بگیرم، با اونها هم گفتگو بکنم. هیچ کدوم از مسئولان فدراسیون به ما پاسخگو نیستن. درسته. از طریق فدراسیون شما پیگیری کردید. متاسفانه فدراسیون اینجا با ما همکاری نکرد و اگر فدراسیون میومد بابا به خدا دیگه من اینو نمیدونستم. به ارواح خاک مادر. آقای دریسیدی خام داری؟ اینو بزن بر من. از سر سوالای این زنه. بذار تو پروندهش. میگم به ارواح خاک مادرم من هیچی راجع به این نمیدونستم. اصلا نمیدونم این وسط از کجا پیدا شد. مالزی قرار داشتین باش. آره؟ با کی؟ دلال همین تیم اسپانیاییه. همه فیلمای بازیاتون رو دیده. اونجا هم میاد 2 تا تست و بعدم قرارداد سالی 300 تومن خدا بده برکت. تو باش در تماس بودی. همه وایسا تو تلگرام توه. نیست؟ تو موبایلت 938 بوده، این 912 است دستت.
این همون خطیه که آقا یاسر برای افروز خریده، اونم داده به تو. نگاه میکنی؟ مگه تو حرف نمیزدی با دلاله؟ جواب بده دیگه. اگه اشتباه میگم بگو داری اشتباه میگی، ولی اگه دروغ بگی نتونی ثابت کنی ولی من بتونم ثابت کنم، میدونی چی میشه؟ آخه اصلا واسه چی من باید دروغ بگم؟ اونا یه زنگ زدن، یه سری سوالایی که از همه میپرسن از من پرسیدن، ما جواب دادیم. هنوز چیز قطعی نشده بود که. خدا خیرت بده. تا الان یه پیشنهادی بوده، شما هم قبل از اینکه ملاقات حضوری داشته باشین به فدراسیون اطلاع دادین، ولی اگه برین ببینینش یعنی ما رو دور زدین. با ما بیاین مالزی بعد دوتایی برین اسپانیا. تو اینجوری نیستی، فکرای افروزه. هنوز چیزی نشده که. همه وایسا هر چی داری ازشو بده به من. افروز بد میشه براش. بد شد براش. شکایت همسر، شبکه وا. افروز دیگه نمیتونه بره، تمومه. تو هم کار بدی داری نمیکنی. من خودم فهمیدم تو کسی رو لو ندادی. اون الان فقط به فکر خودشه که معروف شه، گنده شه، بره با اون تلویزیونای اونوری صحبت کنه که ما رو خراب کنه. برای تو هم هیچ کار نمیتونه بکنه. عزیز جان، رفاقت کدوم زن با کدوم زن مونده که تو دومیش باشی؟ پای کی نشستی تو؟ داری منو تو تلگرام؟ فوروارد کن برام. جناب رئیس، تمام روزنامه و جراید الان دارن راجع به موکل بنده می‌نویسن. سوابق فوتبالی خانم اردستانی هم اونجاست. شما میتونین مطالعه بفرمایید. ایشون کاپیتان تیم ملی، خواهش میکنم، مهمترین بازیکن تیمم هستن. بگو آقای شاه حسینی. خلاصه، مختصر، مفید. روشن بفرمایید مسئله رو که منتج به راه حل بشه. هی نخوایم بگیم قرار بعدی، وقت بعدی. حرفی نیست. روشن همه چی. راضی نیستم، راضی هم نمیشم، همین. مشکل ما نیست راضی بشی نشی. اینجا مگه میان رضایت میدن؟ ایشون درخواست طلاق داده. شما چی؟ شما چه کار می‌خواید بکنید؟ بفرمایید بشین. من هیچی تمنا نمی‌کنم. کاری نمی‌خوام بکنم. من می‌خوام زندگی بکنم. پس یعنی شما نمی‌خواید طلاق بدی؟ بله. ولی ایشون تمایل نداره با شما زندگی کنه، طلاق می‌خواد. بگیره. خب اگه دلایل کافی داره دادگاه رأی میده، بگیره. آقای شاه حسینی، شما میدونید دلایل کافی چیه؟ ما هم میدونیم. شما نه معتادی، نه کتک میزنی، نه نفقه نمیدی. پس یا باید توافقی جدا بشین یا باید انقدر برید و بیاید تا دادگاه به رأی برسه. بریم بیایم. من الان بحثم نه جداییمونه نه زندگیمون، اصلا الان مسئله من اینا نیست. من فقط باید بتونم برم الان. همین، ایشون همینه. همینقدر زندگیمون براش ارزش داره. الان فقط میخواد بره. چرا نمیذاری بره؟ اصلا دلیل نمیخواد. نمیخوام زنم بره. قانونو بلدم، همه چی موجهه، خودم مورد تایید همه جام. دلم نمیخواد ایشون بره. دلم نمیخواد یعنی چی؟ این اجازه رو به من میده که نخوام. دل بخواه ایشونه. اجازه بده. یعنی انقدر بی‌در و پیکره ها که به خاطر دل بخواه یه آدم مریض آینده و کار و زندگی من باید بره رو هوا. نمیتونم. نمی‌کنیم دادن دل بخواه اینه. حق ندارم. نمیخوام طلاق بدم. نمیخوام الان ایشون از کشور خارج بشه. به صلاح مملکت نیست. کاملا قانونی. شما دارین از قدرتی که قانون بهتون داده سوء استفاده میکنین. جناب رئیس، مسئله خانم اردستانی مسئله ملیه. ایشون که سفر شخصی نمیخواستن برن، میخواستن برای کشورشون مسافرت کنن. پرچم مملکتشون رو میخواستن ببرن بالا. کجای این کار برخلاف ماده 1117 قانون مدنیه؟ کجای این کار برخلاف مسائل خانوادگیه؟ قانون باید به خانم اردستانی احترام بذاره. ایشون قهرمان ملی ان. ما نباید اجازه بدیم این آقا به این راحتی به خانم اردستانی ضربه بزنن، برای اینکه یعنی دارن به کشورشون ضربه میزنن. این آقا با این کارهایی که دارن میکنن اوضاع رو دارن روز به روز بد و بدتر میکنن. آبروی فدراسیون و تیم ملی داره میره، خودشون مجری صدا و سیما، آبروی صدا و سیما رو هم دارن میبرن. شما نگران آبروی سازمان نباشید. به جون هم دنیا داره به ما میگه کشور عقب مونده. چرا جناب رئیس؟ به خاطر لجبازی این آقا. همین، برای اینکه این آقا نمیخواد بذاره که خانمش مسافرت کنه. آخه نمیشه که ما به همین راحتی بذاریم آبروی کشورمون بره. این آقا یک اخلاقی داره که با خانمش معامله کرده، خانمش رو فریب داده، بدون حضور بنده موکل بنده رو بردن محضر. بله شرطشون بوده. مهریه‌شو بخشیده موکل بنده و گواهی امضا دادن که بتونه از کشور خارج بشه. بعد اومده بیرون کاغذو پاره کرده. من دلیم. یهو به دلم بد افتاد. اون بالا دلم سوخت، امضا کردم، پایین که اومدیم دیدم به دلم نیست، پشیمون. به نظرتون این آقا تعادل روحی روانی دارن؟ نصف شب این خانمو تو خیابون پیدا کردن، از پشت کوبوندن به ماشینش. دروغ میگن، اینجوری نبوده. اصلا موکل بنده اینجوری چجوری بوده؟ خانم چجوری بوده؟ 40 سال بردن دم خونه این خانم، قفل خونه رو
شیکونه خونه وارد خودمه، خونه شده، اجاره نامش به نام وسایل خودمه. خانمو با فضاحت اختیارشو ریختن بیرون. دارم. بله خونه خودتونه، خیلی معذرت میخوام. خواهش میکنم. ولی کدوم آدم سالمی، کدوم آدم نرمالی، کدوم مردی میتونه این کارو بکنه که با زنی که سالها با هم زندگی میکردن، همدیگر رو دوست می‌داشتن این کارو بکنه؟ درگیر احساسات نشید، خواهش میکنم. جناب رئیس، ایشون دارن مظلوم نمایی میکنن. ایشون اینا. کاملا دارن مظلوم نمایی میکنن. این خانم دارن از موقعیتی که توی خانواده ما پیش اومده سوء استفاده میکنه که خودشونو مطرح کنن. ایشون همونیان که رفتن با صدای امریکا مصاحبه کردن. شما دارین مسائل رو با هم قاطی میکنین. من جواب این قضیه رو دارم یه جای دیگه قهرمان ملی هم زندگی منو پاشون. جناب. فرمودن که تراپیست گفته 6 ماه باید همدیگه رو نبینیم. ما رفتیم تحقیق کردیم دیدیم اصلا تراپیستی اصلا تو کار نیست. دروغ گفتن. 6 ماه هم شد 1 سال. چرا شد 1 سال؟ خانم اردستانی، آقا من 11 ساله دارم فوتبال بازی میکنم. 8 ساله با این آقا ازدواج کردم. یعنی از اول میدونسته کار من چیه، مخالفتی هم باش نداشته. اصلا تا وقتی من باشگاه کوچیک بازی میکردم خیلی هم بهم افتخار میکرد. از روزی که من شدم کاپیتان تیم ملی یهو رم کرد. شروع کرد بهونه گرفتن و آزار دادن. انگار من باید فقط تا جای پیشرفت میکردم که این دلش میخواست. من از تمرین میمدم، از بازی میمدم، قفل میکرد که چی حالا، چه فایده، نمیدونم فوتبال زنا کیلویی چنده. هی آروم باش حرف زدم، هی بهش محبت کردم. الکی گفتم مرد احتیاج داره، نیاز به توجه داره، بهش توجه کردم. هر چی من باهاش راه اومدم بدتر کرد. من بچه بودم یه غلطی کردم، ازدواج کردم. 8 ساله دارم یه آدم چیپ رو مخ تحمل میکنم. گفتم 6 ماه جدا شیم. آروم آروم بهش بگم آقا نمیشه اینطوری زندگی کرد. دلم میسوخت براش یهو بهش بگم طلاق. این وابسته از هیستری که عصبیه. یهو قاطی میکرد، یه کاری میکرد نه برای موقعیت خودش خوب بود نه برای موقعیت من میخواستم آروم آروم این قضیه رو حل کنم، بدتر شد. الانم من بلدم این داره چی کار میکنه. این داره وقت کشی میکنه. این پشت قانون قایم شده که وقت بگذره من هیچ کاری نتونم بکنم. هی منو ببره بیاره سنم بره بالا، نتونم دیگه بازی کنم. دارن توهین میکنن. این بهتر از همه میدونه که من چقدر برای که تیم ملی برسه اینجا زحمت کشیدم. الان تیم منو احتیاج داره، الان لازمه من پیش تیم باشم. یه کاری بکنین من برم. من یه بارو برم، بعدش هر چی میخواد بشه، طلاق نده، طلاق بده، هر چی. فقط من الان برم بازی فینالو. بره بازی فینالو، ما مشکلی نداریم. دادستانی یه بار اجازه خروج میده برن. چرا نمیرن؟ تایید فدراسیون میخواد، فدراسیونشون تایید نمیکنه. برای که تو رفتی فدراسیون مشکل دارن. ایشون همه جوره مشکل دارن. جناب رئیس، برای که همین جوی رو که اینجا راه انداختن ایشون تو فدراسیون هم راه انداختن، به خاطر همین فدراسیون نمیاد. شما پرسید تیم منو تایید میکنه یا نه؟ فدراسیونش که تیم بده. خانم کاپیتان تیم ملی، من چه نفوذی تو فدراسیون دارم برم جو سازی کنم؟ مثلا نمیدونم فدراسیون کجاست. تو نرفتی فدراسیون؟ این خانم میخواسته حجابشو برداره بپره وسط زمین. این خانم میخواسته بره اسپانیا پناهنده بشه. این خانم اصلا اینطوری نیست. یک تیم باشگاهی اسپانیایی پیشنهادی داده که اصلا هم قطعی نبوده. تازه اگه قطعی هم بشه که به نفع منافع ملیمونه، به نفع مملکتمونه، پرچم کشورمون میره بالا. بعد به نفع منافع ملیه که بازیکن تیم ملی بره مالزی، اونجا بره اسپانیا پناهنده بشه. در بره کدومه؟ قرار بود اصلا این تیم اسپانیا گوش کنین. بیاد مالزی با من حرف بزنن. اصلا قطعی نیست. من این پناهندگی رو دارم از جای دیگه پیگیری قضایی. آفرین. شما که راضی به طلاق نیستی، بذار بره بازیشو بکنه برگرده. این جار جنجالا شروع بازی ها هم میخوابه، بعدش بشینین حرفاتونو بزنین، یه راهکار پیدا کنین برای زندگی. این بره دیگه برنمیاد. کی میگه؟ یا زندگی و شوهرش یا فوتبال. ببوسه بذاره کنار این فوتبالو، بسته دیگه هرچی بازی کرد. پس طلاق بدین جدا بشین. نه. شما میگی زن زندگی نیست برات. خب جدا بشید، بره دنبال کارش. خودش میدونه. پس تکلیف این چند سالی که زندگی کردیم چی میشه؟ تکلیف احساس من چی میشه؟ جناب رئیس، ایشون یه بار عدم اشتغالم میخواستن بگیرن ولی دادگاه رأی نداد. برای اینکه همه میدونن که چقدر تیم به حضور ایشون احتیاج داره. اگه دادگاه به ما کمک کنه، اگر کمک کنین جناب رئیس که رأی طلاق زودتر صادر بشه، امیدی هست که برسن به بازی فینال. من 2 روز وقت دارم. از 2 حالت خارج نیست. طلاق یا توافقی یا با رأی دادگاه. توافق که نکردن دادگاه هم به جلسه بعد موکول میشه. دیره. ادعای شما نسبت به عدم صحت و سلامت آقای شاه حسینی رو هم که پزشکی قانونی رد کرده. ما تلاشمون کردیم حل نشد. در حال حاضر ایشون با همسرش توافق برای طلاق نمیکنه، اجازه خروج هم نمیده. هر دو اینها حق قانونی ایشون به عنوان شوهره. هیچ کارش هم ما این همه دلیل آوردیم جناب رئیس که مهم رفتن ایشون به نفع مملکت. ایشون فوتبالیستن جناب رئیس. نمیشه که شما نباید اینجا سنتی عمل کنید. وزیر، وکیل، دکتر، فوتبالیست، قانون قانونه. اگه دختر خودتونم بود همین حرفا رو میزدین؟
طلاق که ندادی. بله. اجازه خروجم که نمیدی. درست. پس این دختر چیکار کنه؟ ببینیم چی میشه دیگه ان شاء الله. ترم نشمسه که حق با شماست. به الحمدلله رأیم به من دادن. خواهش میکنم رضایت بدید. این بازی خیلی مهمه. آقای کپکانیان شما میدونی که نگفتن به شما برای اصلا شما میتونید اعاده حیثیت کنین بابت این مصاحبه ها. یه جوی درست کردن شما رو بدنام کنن. حجمه ساختن دیگه، متاسفانه مهندسی شده هم بود. زدن تو نظلوم نمایی و حقوق زنان و چرا؟ همین. برای اینکه فهمیدن ما داریم درست میگیم، برای اینکه فهمیدن قانون با ماست. قانون با شماست. شما گذشت کنید. اونا هم بد عمل کردن دیگه. اصلا یه نفری که همه جوره مشکل داره، اصلا همسر من بودنشو میذارم کنار. پناهندگی اسپانیا، اون مشکلاتش با همخونش، این همه بحث و درگیری با خانم تازه نوری، خدا با شاهده من حراست. خیلی مسائل رو فیلتر میکنم، منتقل نمیکنم که شما به هم نریزین. یه بازیکن که این همه مسئله داره باید آبرو اعتبار ما رو ببره. من الان موقعیتم خیلی حساسه. قطعا موقعیت شما حساس تره. من با آقا صحبت کردم، ایشون مساعدت کردن. شما هم حکمو بزنید لطفاً. سلام. سلام. اخراجم کردم، خطم زد. فدای سرت. چی بگم خب؟ دادگارم که باخت. معلوم بود رأی چیه. قانون که نمیشه عوض. پس واسه چی کردیم این کارا رو؟ درخواست تجدید نظر میدم. تو هم الان باید مصاحبه کنی. یکم شروعش کنیم به نفعته. بره تو خبرها. کجاش به نفعمه؟ چی شد اصلا کلا؟ تو چیکار کردی برای من؟ NGO و حقوق بشر چیکار کردن؟ من هم افروز هستم. کجان؟ فدراسیون که با هم دشمن شد، یاسرم که دیگه ممکن نیست کوتاه بیاد. مثلا جواب تو رو نمیدم. خانم پانتال داوود، فعال زنان، وکیل کاپیتان تیم ملی. باریکلا. خوب رفتی بالا از من. خیلی نامردی. صدام کردم برای ویوی، ازم تعهد گرفتن، رفت تو سابقم. چی برای خودت میگی رفتم بالا از تو؟ چرا اینجوری میگی تو؟ تو چرا تاشو میکشی؟ یعنی چی؟ چجوری گفتم؟ یعنی تو چه گویی هستی که من بخوام برم بالا ازت؟ خدایا این از کجا اومده؟ تو چرا به جای من حرف میزنی؟ همه چی فقط بدتر کردی. چی کار میکردم؟ اگه کاری نکنیم که حقتو میخورم میذارنت کنار، کاری هم بکنیم با دشمن میشن باز حقتو میخورم میذارنت کنار. چی کار میتونیم بکنیم غیر از 2 مصاحبه و 4 پست؟ چه امکانی داریم مگه ما اینجا؟ بالاخره بعد این چیزا رو بگیم مردم بفهمن، شاید بالاخره یه روز یه اتفاقی بیفته. تو که بلدی بگو چی کار باید میکردی؟ من اگه بلد بودم خودم میکردم. پانتا تو قرار بود یه کاری کنی من برسم به این بازی. پیاده میرم. دوستان، یاران، سلام. سلامی به وسعت همه دوستی ها و محبت ها. سلامی به گرمای دستت ای دوست. دلم لحظه ای با دلت روبروست. بگو عاشقی تا سلامت کنم، تمام دلم را یک جا به نامت کنم. برو جلو امیر، برو بیا خودت تک کن باس دیگه. بیا باشه بیا خودم امیر بگی برو بیا برو تو بیا بده بالا بده بالا بگیرش دیگه عالی بیا
بده دیگه. هی عالی علی بزن. من پاس بیا برو برگرد بیا سال بگیرین دیگه. مبارک مسیح عطایی. دمت گرم. حل میشه مشکل دید چند وقتی که بگذره. اسنپ گرفتی برای فرودگاه؟ از تاکسی فرودگاه ارزون تر میشه. چقدر میگیره اسنپ؟ 40 تومن. اونا بالای 70 میگیرن. منم میخوام برم تو اسنپ از شنبه صبح. چه اشکال داره؟ کار که آر نیست. فعلا لغو بزن، خودم میبرم میرسونم. تو ناراحت میشی من برم؟ کار بدی دارم میکنم؟ نه اصلا باید بری، چرا نری؟ یه بلیتت هم صادر شده نمیشه کنسلش کرد. 10% ازش کم میکنن. خسارت و اینا داستان من هر میشه. کاری بلد بودم کردم که همه چی رو درست کنم. هر جاشو درست کردم یه ور دیگه خراب شد. ببری یا میخوام پوزتو بدم. خوبه که تو داری میری، خیالم راحته. به بچه ها بگو خیلی بی‌معرفتین، یه مسیج هم نزدین. اون بی‌شرفا فقط چپشون ضعیف، بردین. تو فقط از چپ تکون نخور، به تو نمیرسن. تو وایسی چرا چپ. داری اینجوری میگی؟ اومدی اینجا عذاب وجدان بدی؟ خفش. دلت برام نسوزه. هیچی نیست، خوبم. تو دلت نگه آخه خیلی بدم میاد. یادشون میره همه.
خواهش می‌کنم خانم خوشا حسینی بفرمایید. یک سال مصرف رایگان محصولات ملین، 7 دستگاه تبلت 10 اینچی و 7 سفر به عتبات عالیات، جوایز مسابقه پیامکی یادش بخیر. دارنده مدال طلای جام جهانی 2015 آذربایجان، قهرمان قهرمانان 2015 کشور آلمان، نفر ششم المپیک 2012 لندن و 2016 ریو، در خدمت قهرمان تیراندازی جهان سرکار خانم الهه احمدی هستیم. خانم سلام علیکم، خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون، یادش بخیر. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما همه بینندگان عزیز و خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. ما هم خیلی خوشحالیم، آقا باور شما هم خیلی خوش اومدید، در خدمتتون هستیم. از همکنون خطای برنامه ما بازه و منتظر تماس‌های شما هستیم. خب خانم احمدی بفرمایید که سخت نیست، هم مادر بودن، هم همسر بودن، هم قهرمان بودن، هم تو هر ستاش خوب بودن. من هم همسر خیلی در واقع همراهی داشتم، هم خانوادم خیلی به من کمک کردن که من تونستم توی این 4-5 سالی که بله. از اینکه بچه دار شدم یک دوست. بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب یه تماس تلفنی داریم از تهران. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. ممنون از برنامه خوبتون آقای شاه حسینی. خانم احمدی، مرز بین قهرمان شدن شما و قهرمان نشدن من یه امضاست. همین آقای شاه حسینی که الان جلوی شما نشسته از افتخار آفرینی ورزشکارای زن حرف میزنه، به دلیل حقارت و حسادت و عقده این امضا رو به من نداد. من افروز اردستانی هستم، حتما میشناسین، کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال. الان همه جا حرف حذف شدن منه، ولی 2 روز دیگه همه یادشون میره، همونطور که بقیه رو یادمون رفت. خیلی یارم نمیشناختیم، نفهمیدیم چی شدن. تا کی به دلیل اجازه شوهر باید زنایی که رو پای خودشون وایسادن، زنایی که با وجود 1000 تا محدودیت رشد کردن به اینجا رسیدن، یا ممنوع خروج باشن یا ممنوع کار؟ کجا یه داریم مشکلی تو زندگی ارتباط ما پیش اومده، یه بوله ببینیم برمیگردیم.